سلام، حسین اسداللهی هستم. خواستم یه ویدئویی برای سایت دکتر بایوس تهیه کنیم که نحوه پروگرام کردن آیو های ENE و یک سری از آیو های دیگه با دستگاه SVOD بهتون نمایش بدیم به چه شکلی. درباره خود دستگاه وصل میشه اینو کابلش رو جدا می‌کنیم بچه‌ها ببینن. این دستگاه از دو قسمت مجزا تشکیل شده که حالا میشه به صورت جدا هم تهیه کرد. این پروگرامر اصلیه و این تبدیل کابل فلت کیبورد که کار خیلی راحت تر میکنه. اگه فقط اینو تهیه کنیم باید از این پایه ها سیم کشی بشه روی بورد و مثل دستگاه TNL 5000 و یه سری دستگاه دیگه باید سیم کشی بشه و کار یکم پیچیده تره، ولی با ادغام این دوتا دستگاه دوتا قطعه خیلی کار راحت تر میشه. یه دوتا کابل USB داره که کابل اصلی دیتاش به قسمت پروگرامر پایینی متصل میشه و یه کابل برای اتصال به مادربردتون که برای پروگرام میخواین آیوشو پروگرام کنینه که به بالایی متصل میشه. تو اکثر دستگاه جدید قسمت EC از روی برد یعنی IC EC حذف شده و با IO ترکیب شده. یه رام 128 کیلوبایتی داره اکثر این IO ها و قسمت پاور کنترل و فن کنترل و حتی پسورد تو اکثر دستگاه جدید داخل این 128 کیلوبایت IO قرار داره که اگه شما تو دستگاه جدید بخواید پسورد رو بردارین، اگه پاور نداشتین، اگه فنتون یک سره بود یا کار نمیکرد، حدالامکان اولین کاری که میکنین این آیو باید پروگرام بشه. حالا این دستگاه نو پاوره، حالا براتون نشون میدم به چه شکل که تستش هم میکنیم با هم دیگه. این دستگاه الان نو پاوره، کلا روشن نمیشه. اگه آیو سوخته باشه همین احتمالات وجود داره. دستگاه 3 و 3 ولتاژ 3 و 3 رو بورد ندارین شما، یا دستگاه بوت نمیشه، 3 و 3 رو دارین بوت نمیشه. این احتمال زیاد از آیو هست و اینکه بخوایم متوجه بشین 100% آیوتون سوخته باید با پروگرامر تست کنین. اگه وسط رید و رایت یا وریفای اروری داد احتمال 99% از آیوتون است و آیو باید تعویض بشه از رو بورد. حالا من حسین یه سوال، الان اگر آیو نسوخته باشه خب درسته و خود رامش آسیب دیده باشه 3 و 3 رو مدار میاد یا نه؟ اونم 50-50 چون دقیقاً اون 128 کیلوبایت یه قسمتش مدار پاور کنترل میکنه، یه قسمتش برای پسورد، یه قسمتش برای فنه. پس عملا باید حتما پروگرام رو وصل کنیم. بله 100%. حالا نحوه وصل کردن پروگرامر رو به دستگاه میخواستم بهتون بگم. اولین کاری که میکنین کلا IC های ENE KBC 9012 5 تا سیم اصلی دارن، یعنی 5 تا پایه اصلی دارن که برای پروگرام کردن بهشون نیاز است. که توی پروگرامر توی SVOD که واردش بشین، حالا من برنامه رو میبندم دوباره باز میکنم که مراحل کار رو از اول با هم دیگه طی کنم. خب این قسمت پروگرامر در افزار پروگرامر قسمت ستاپش وارد میشین. اول باید اد مادربرد کنید، یعنی اگه قبلا این مادربرد رو پروگرام کرده باشین، پایه‌هاش رو ست کرده باشین، مشخصه. قابلیتی که SVOD داره و پروگرامرهای دیگه ندارن همین قسمتش هست که شما قشنگ اینجا میتونید پایه‌های کیبورد و فلت کیبورد رو
با پایه‌های I/O ست کنید، اینجا سیو بکنید. سری بعد که خواستین مادربرد رو پروگرام کنید نیاز به تست ویزر نداریم. مادربرد رو لود میکنید، خودش به قول معروف پایه‌ها رو به پروگرام متصل میکنه. اون چپ و راستش هستنش؟ آره این چپ و راستش فلت کیبورد رو اگه از مادربرد بگیرین، شما تست ویزر که گرفتین فرضاً پایه 42 I/O به پایه سومین پایه از سمت راست متصل بود، توی نرم افزار پروگرامر اونو از نوشته first contact on the right، یعنی اولین پایه از سمت راست. اگه از سمت چپ بخواین حساب کنین اولین پایه رو از سمت چپ تیکشون میزنین، اگه از سمت راست از سمت راست. حالا من از سمت راست حساب کردم. تست ویزر که گرفتم پایه دوم کیبورد به پایه 62 متصل بود. الان رو حالت ویزره دستگاه، درسته؟ یعنی بله. رو حالت ویزره و یه جورایی داری تست بوقی میگیری که کدوم پایه به کدوم پایه است. بله الان پایه 62 I/O به پایه دوم کیبوردم متصل. این 62 این هم تست ویزر. حالا به همین ترتیب پایه 62 61 60 59 و 42 تو آیای KBC 9012 برای پروگرام نیازی که. خب یه لحظه من قبل اینکه این رو تست ویزر بگیرید من به این دوستان بگم که توی خود نرم افزار این پایه هایی که اینجا می‌بینید تو خود نرم افزار نشون داده که چه پین هایی روش باید وصل شه. هم که پین 42 59 60 61 و 62 جزئی پینایی هستن که روی I/O وصل باید بشن که به اون KS03 KSI 4 5 6 و 7 که سمت چپ جزء کاراکتری هستن که روی کیبورد کنترل رو وصلن. حالا به صورت من فرضاً میخوام این مادربرد 9911 LA 9911 رو پایه‌هاش رو اینجا ست کنم که از سری بعد که خواستم پروگرام کنم نیاز به تست ویزر نداره. 9911 یعنی الان مادربرد رو تعریف کردم. تعریف کنم. این از سمت راست اولین پایه کانکتور گرفتم و تست ویزری که گرفتم پایه دوم به پایه 62 I/O متصل بود. پایه 2 کیبورد کنترلر به پایه 62 I/O وصل. بله. پایه سوم کیبورد کنترل به پایه 61 I/O، پایه 5 به پایه 59. ما این کار رو قبلش انجام داده بودیم اما با این حال بازم براتون نشون میدم. 60 به 6 و 18 به 42. اوکی. حسین جان این یه موردش رو الان یه بار دیگه ویزر میگیری؟ آره این فقط اینجاش هم دقت داشته باشین که اون فلت تعداد پینای فلت کیبورد رو باید اینجا انتخاب کنین. این سی پین برای این دسته سی پینه، من سی پین انتخاب کنم. کیبورد کنترلر خود مادربرد سی پینه. بله بله. بعد حالا من یه تست ویزر دیگه هم براتون میگیرم. پایه سوم کیبورد، پایه دوم که گرفتیم با هم دیگه، پایه سوم به 61 بعد نصب بشه. روی I/O این خطای کوچیکی که میبینیم 5 تا پایه ها رو جدا کرده. حالا شما از پایه آخر نگاه کنیم 5 تا کم کنیم 64 این میشه 5. این 60 این 61 باید روی پایه 3 بوق بزن. پایه پنجم روی 59 این خط این میشه 59. اوکی. بقیه هم که به همین روال ادامه داره. اوکی. یه بار تست بگیریم دیگه برای بار دوم راحت. خب مراحل پروگرام کردنش به این شکله که من قبلا این فایل اینو که الان سیوش که بکنیم اینجا میاد انتخاب میتونیم بکنیم select motherboard
دیوایس متصل نیست، باید اول متصل کنیم. پای فلت توی پکیج این اسودی 5 تا کابل فلت وجود داره که حالا ما سی پینش که وصل کردیم به کیبورد متصل میکنیم. کابل دیتا به کامپیوتر متصل شده، کابل GND به خود مین بورد متصل میشه و برای اینکه 3 و 3 رو بورد داشته باشیم پاورم متصل میکنیم. همین که وصل کردیم شناسایی کرد. حالا من اگه حالا شما مدل‌برد دیگه میخواین پروگرام کنین هم اینجا هست. حالا من مدلی که خودم سیو کرده بودم لود میکنم. اینجا مشخص میشه کانکتینگی که بزنیم، پیغام آخر مشخص دیباگ ورژن آیدی 4. حالا مراحلش الان آیو به اسودی متصل شده. وقتی این پیغام ها رو میبینیم ریدو میزنیم برای تایید بکاپ از آیو. سیو هم میکنیم که همون بکاپ رو براتون سیو. خب برای رایت کردن خودش اینجا اوتو رایت نوشته، اول ریز میکنه بعد بلانک چک میکنه بعد وریفای میکنه. حالا به صورت دستی هم شما میتونید اینجا اول ریز کنید، بعد برای لود کردن فایل از تب فایل اوپن و فایلی که من از سایت دکتر بایس دانلود کردم برای مدل‌برد LA9911 لنوو G505. خب حالا میخوایم مدل‌برد پروگرام کنیم. مدل‌برد که پایه‌اش مشخص شده، فایل رو لود کردیم از فایلی که دانلود کرده بودیم و شما رایت رو بزنید خودش به ترتیب اول ریز میکنه، بلانک چک، رایت، وریفای. بکاپ هم که دیگه قبلا گرفته بودیم بعدا. اریز اوکی، چون گزارش عمل کرده شده. بلانک چک اوکی، انگشت بزنم روش فوکوس شیم. رایت اوکی، داره وریفای میکنه. وریفای هم که اوکی. منم پروگرام کردن تموم شد. بعدتون تست هم میکنم ببینم. اسکا پاور شد؟ مده اوکی. همونطور که این دستگاه قبلا آف بود، الان دستگاه چی؟ خاموش کردی؟ آره خاموش کردم. اوکی. این الان سری یک مادربردهای آیو KB912 بود که با SPOD میتونید سریال آیتی رو بزنید و یه سری از اینجا لیست آیوهایی که ساپورت میکنه هست ENE, SPI, I2C, MEC و IT. SPI یا I2C که خودمون حقیقت نمیدونیم چیه. بله. حقیقت داستان MEC رو کاربردترینش تو لپتاپ‌ها ENE و IT و MEC. MEC روی یه توضیح کلی بدم. MEC روی دستگاه دلای لاتیتیود هست که بیشتر هم پسوردهای بایوس روی اینا ذخیره میشه و فینگرپرینت اینا روی اونا ذخیره میشه. روی آیتی هم که جدیدن روی دستگاه ایسوس من میبینم آیتی کار میکنن، روی اونا پسوردهای بایوس یا همون قسمتایی که گفتم مدار ایسی که روش هست گفتنی آیتی پاور کنترل و فن سی پی یو اینا هست توی آیتی یا گفتم رو ایسوس اینا هست. این هم که بیشتر روی دستگاه فکر کنم لنوو و ایسر زیاد دیدیم. آره ENE از همه‌شون پرکاربردتر. ایسوس و لنوو اکثر 99% شون ENE. آیتی رو من روی ایسوس هم چند بار دیدم.
رو ITS سری آره هست، آره ITS و یعنی از همشون پرکار بود. درسته. اوکی حسین جان دست گلو در نکنه. خواهش میکنم. زحمت کشیدی. خواهش میکنم. ممنونم. مرسی.